به نام بی همتا. موسیقی یا موزیک یا خونیا یک نوع از هنر است که عناصر اصلی تشکیل دهنده آن صدا و سکوت است و همینطور عناصر زیر مجموعه تر آن شامل زیر و بمی، نواک، تعیین کننده ملودی و هارمونی و ضرب آهنگ، ریتم. موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیله آواها گفتند که مهمترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوشایند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان شود. به نام بی همتا. موسیقی یا موزیک یا خونیا یک نوع از هنر است که عناصر اصلی تشکیل دهنده آن صدا و سکوت است و همینطور عناصر زیر مجموعه تر آن شامل